به قسمت 15 کتاب صوتی نظریه آزادی خوش آمدید. این قسمت از صفحه 152 شروع میشه. لطفاً اگر دوست داشتید از من حمایت کنید، هر جایی که داریم به این گوش میکنید، لایک کنید، فالو کنید، سابسکرایب کنید. هر کار کوچیکی به این شکل اگر انجام بدید، حمایت بزرگی میشه از من. متشکرم و امیدوارم لذت ببرید. سکس، رضایت و نفی کنترلگری دولتی و عرفانی. یکی دیگر از جنبه‌های کنترلی انسان، کنترل سکس و غریزه جنسی است. پر واضح است که اگر مبنا را آزادی و حقوق مالکیت بدانیم، طبیعتاً با سکس تو پرانتز به حالتی که رضایتمندی داوطلبانه طرفین مورد یقین باشد و نقض حقوق مالکیت کسی رخ ندهد، در غیر این صورت تجاوز است. پرانتز بسته. هم نباید هیچ تناقض و کنترل انحصارگرایانه دولتی وجود داشته باشد و طبیعتاً در دین نیز به هیچ عنوان نباید چنین امری وجود داشته باشد و وجود هم ندارد، بلکه در دین مسئله سکس از جنبه حقوق مالکیت و رهایی از دولت انحصارگر بررسی شده است که به آن خواهیم پرداخت. رمانتیسیسم به مثابه عرفان مسموم جدید عشق. آن جنبه‌ای که سکس را به شکل ذهنی کنترل و مسموم می‌کند نیز خود جنبه‌ای از عرفان است. گویی که کسی در مسیر رسیدن به سکس و رابطه حقیقی به درجه خدایی رسیده و حالا داره برای بقیه تعریف و فرمول ارائه میده. این دقیقاً مانند مثال‌های مشابه دیگه عرفانه. شبیه بانک مرکزی، دستگاه چاپ پول، سیر و سلوک نزدیکی به آن و غیره است. باز در سیر و سلوک عرفانی و سلسله مراتبی که نهایتاً سکس و عشق را به شکل کنترل توزیع قدرت و انحصار در می آورد، همه چیز به گونه‌ای تعریف می شود که ما آن را رمانتیسیسم می نامیم. رمانتیسیسم نگرشی است که احساس، تخیل، فردیت، تجربه درونی، طبیعت، نبوغ شخصی، امر والا، شور و اصالت را در برابر سلطه صرف عقل، قواعد ثابت و صورتبندی‌های عینی برجسته می‌کند. در ذهن عموم غالباً به معنای عاشقانه یا احساسی به کار می‌رود، اما در صورت کلی‌تر فقط درباره عشق نیست، بلکه به اصالت احساس و عظمت تخیل و نارضایتی از جهان صرفاً عقلانی به کار می‌رود. رمانتیسیسم خودش در خلأ به وجود نیامده، بلکه در شرایطی که دین با تعریفی که در این کتاب با آن مواجه شدید حذف شده بود، در دیالکتیکی در برابر منطق و عقلانیت بدون دین در دوران روشنگری به وجود آمد تا در یک دیالکتیک پاسخگوی خلأ معنا باشد. واکنشی به صنعتی شدن ماشینی در خلأ معنای ناشی از حذف دین بود تا جهان بیروح شده را بتواند پاسخ دهد. طبیعتاً هر دو سمت این دیالکتیک از نظر من پوچ و مخرب است و دیگر تا اینجای کتاب این مسئله به اندازه کافی قابل درک شده است. ورود این رمانتیسیسم به عشق و سکس و روابط زن و مرد کل مقولات مرتبط با تشکیل رابطه، سکس، ازدواج و معشوق را به گونه‌ای به امر والا تبدیل کرد تا در عمل همه به گونه‌ای از نظر فکری مسموم شوند که منتظر شاهزاده اسب سفید باشند یا دنبال کسی بگردند که بدون صحبت کردن نیازهای دیگری را بفهمد و با تلپاتی یکدیگر را درک کنند. یا حتما واجب است به سطح بالایی از ثروت و زیبایی و سواد و قدرت برسند که لایق سکس باشند و یک طرف دیگر هم منتظر است تا یک سوپرمن یا شوالیه بیاید و روی تخت خواب برای او فتح الفتوح انجام دهد. عشق رمانتیک یکی دیگر از کلاهبرداری‌های قرن‌های اخیر بود. طبیعی است که در تاریخ فرهنگ و تمدن و دین در ایران همواره عشق جایگاه بالایی داشته است و یک انسان برای معشوق خود و خانواده و فرزندانش تا پای جان ایستادگی می‌کرد. اما داستان‌های سیندرلا گونه یا زیبای خفته یا سفید برفی و هفت کوتوله سموم جدیدی هستند.
البته برخی شعرای ایرانی هم که به وضوح مروج افکار عرفانی و گنوسی بودند، تلاش‌هایی برای مسمومسازی عشق انجام دادند که مؤثر هم واقع شدند. در عشق رمانتیک مانند گونه‌های دیگر عرفان باید پا روی هر چیزی بگذارید تا وفاداری ثابت کنید و قربانی دهید. مسیر و ساختار آن هیچ فرقی با مثالی که در مورد بانک‌های مرکزی زدم ندارد. در عشق رمانتیک مسمومی که رایج شده است، حتما یک جوان باید همان ابتدا به ساکن که هنوز نه شناختی وجود دارد و نه زمینه مشترکی وجود دارد که با یکدیگر آن را بسازند، باید تمام حال و آینده خودش را به شکل مهریه در فرهنگ مسموم شده کنونی از حال بپردازد و یک بدهی سنگین از آن را مانند ساختار بدهی‌های بانکی بانک مرکزی به آینده موکول کند. این روش قربانی دادن برای اثبات وفاداری یک بیماری است. مسیر اثبات وفاداری در این سیل و سلوک هم انتها ندارد و این رابطه همواره باید بیمار بماند. روابط و حتی ازدواج چه با برچسب دینی و چه با برچسب غیر دینی تبدیل شده است به یک رقابتی برای به بندگی گرفتن یکدیگر. میدانم الان عده‌ای اشاره به آیه فلان از سوره نساء می‌کنند و همان تفاسیری که بلای جان امروز ما شده است. مفصل‌تر خواهیم گفت. اما نقداً تا اینجا بدانید که سکس یک اشتراک گذاری مالکیتی روی بدن است و ابتدا باید با عقل سلیم رضایت طرفین حاصل شود و قراردادی برای این اشتراک ماهیت بین آن دو نفر بدون نیاز به نفر سومی منعقد گردد. از آنجایی که یک طرف دارای قدرت فیزیکی بیشتر است و میتواند از آن در ایجاد انواع بازی‌های روانی یا اعمال قدرت فیزیکی استفاده کند، قاعده بر این است که جهت بالا بردن اطمینان از رضایت طرف ضعیفتر به لحاظ فیزیکی، پیشنهاد نهایی از طرف ضعیفتر داده شود. آن هم در شرایطی که تحت اعمال فشار و قدرت نباشد. مثلا اگر یک مرد و یک زن در یک خانه باشند و زن پیشنهاد دهنده باشد، احتمال بالایی دارد که تحت شرایطی که آزادی عمل ندارد به این سمت هدایت شود و بعداً احساس فریب خوردگی کند. به نظر من منظورش این بوده که زن پیشنهاد دهنده نباشد. شاید من اشتباه میکنم. نکته بعدی در این قرارداد این است که تعهدات و مسئولیت‌ها هم لحاظ شود ولو اگر قرار است یک بار باشد. دقیق‌تر بررسی خواهم کرد که دین چه سپر محافظ مالکیتی برای زن قرار داده است و به جای رمانتیسیسم در عشق، آزادی و حقوق مالکیت را به گونه‌ای حفاظت کرده است که در هیچ نظام اجتماعی دیگری سکس تا این حد آزاد و امن نتواند باشد. کلیشه های قبلی که در ذهنتان هست را فعلا مانند باقی چیزهایی که تا اینجا خواندید کنار بگذارید. اختلال در سکس و خانواده راه را برای دولت باز می کند. گروگانگیری عاطفی سکس و غریزه از یک سمت به وسیله عرفانی کردن آن در رمانتیسیسم و از سمت دیگر با کنترلگری دولتی با انحصار قدرت و خشونت باعث شده است که دولت‌ها چه در سربازگیری، چه در سرکوب و چه در بدبردگی گرفتن افراد جامعه موفق عمل کنند. در دولت‌های دینی با کنترل شدید سکس نیروهای جهادی می‌سازند و در دولت‌های سکولار با رمانتیسیسم و مداخلات پولی و بانکی که بالاتر متوجه شدید چه تأثیری در ترجیح لذت آنی به رضایت بلند مدت دارد، جریان سالم و آزاد سکس را مختل می کنند. وقتی موانع بیرونی مثل اقتصاد مورد دستکاری قرار گیرند و موانع درونی و ذهنی مثل رمانتیسیسم دیوار بلندی برای ورود به یک رابطه و سکس بسازد، اساساً شانس به وجود آمدن عشق، شانس به وجود آمدن نهاد خانواده تو پرانتز که به عنوان کوچکترین نهاد سنگر آزادی در برابر انحصار خشونت دولتی است پرانتز بسته پایین آمده و همین به طریق واضحی شانس فرزندآوری در جامعه را به شدت کاهش می‌دهد.
و زمینه‌های گسترده تری از کنترلگری دولتی را تا سطح رسیدن به چیزی شبیه فیلم ماتریکس فراهم می‌کند. اختلال در این مسیر فرزند را که بیمه طبیعی بازنشستگی یک فرد بود از بین میبرد و وابستگی را به شرکت‌های بیمه و بازنشستگی دولتی افزایش می‌دهد. همه این صندوق‌های بازنشستگی هم از چند نفر نیروی کار حق بیمه می‌گیرند که به یک نفر حقوق بازنشستگی دهند. طبیعتاً این صندوق‌های بازنشستگی هم سرنوشتی جز فروپاشی بعد از چند نسل نخواهند داشت. مگر آنکه ماشین‌ها مانند انسان‌ها نقش تولید و مصرف را همزمان به عهده بگیرند. بعد از چند نسل هم خواهیم دید که اساساً فرزند آوری آنقدر کاهش می‌یابد که دولت‌ها مصوب می‌کنند که انسان را شبیه سازی کنیم. کاری که همین الان هم تکنولوژی آن وجود داره و 2-3 دهه است که توافق شده فعلا این کار را انجام ندیم. نسلی از فرزندان بدون پدر و مادر خواهیم داشت که پدر و مادر آنها دولت است. انتهای این مسیر انحطاط کامل است. حتی می‌خواهد 100 سال طول بکشد یا بیشتر یا کمتر. این بخش مفصل تر است و به آن خواهیم پرداخت. روانشناسی و روانپزشکی به مثابه ابزار جدید کنترل. بعد از این پخت و پز گسترده‌ای که انحصار خشونت دولتی روی مغز و روان و هورمون‌های جوانان جامعه انجام داده است، حال غذای ما آماده است و باید آن را برای کنترلگری تزیین کنیم. چه چیزی بهتر از بکارگیری علوم شناختی، روانپزشکی و روانشناسی؟ علومی که می‌توانند به رجحان‌های انسان کمک کنند. این بار با احاطه دولت انحصارگر خشونت تبدیل به ابزاری برای برچسب بیماری به افراد زدن و کنترل کردن آنها می شوند. من اعتقاد دارم برای سلامت روان و وجود انسان پاسخگویی به غرایز تو پرانتز بدون نقض آزادی و حقوق مالکیت دیگران پرانتز بسته بدیهی و همیشگی است و نباید در آن کوتاهی کرد. از این رو داشتن سکس منظم و روتین جنسی بسیار بدیهی است که مثل غذای سالم و هوای سالم و آب سالم زیربنای حفظ ساختار یک انسان سالم است. حال فرض کنید در این مورد با انواع و اقسام روش‌های کنترلگری مثل رمانتیسیسم در عشق و سکس یا دستکاری اقتصادی و مداخلات گسترده دولتی چه به اسم دین چه به اسم علم دسترسی به سکس برای انسان‌ها سخت و پر از مانع شود. آیا طبیعی نیست که این ساختار بیولوژیک بدن انسان دچار انواع اختلال فیزیکی و روانی شود؟ بنابراین در چارچوب نظریه من، اگر کسی بدون نقض آزادی و حقوق مالکیت دیگران در ابتدا پاسخگوی نیازهای اولیه‌اش مانند سکس نباشد، دیگر با چه متد علمی میتوان به او برچسب بیماری‌های فیزیکی و روانی زد؟ عده‌ای میگویند که شاید آن فرد واقعاً یک بیمار روانی باشد و اصلاً برقراری رابطه جنسی او به دیگران آسیب بزند که پاسخ این است که بیمار روانی از چه نظر؟ اگر توانسته باشد در یک گفتگو و معاشرت با رعایت حقوق مالکیت فردی دیگری به نقطه‌ای برسد که با یکدیگر در یک فضای آزادانه و بدون اجبار و با پذیرش مسئولیت‌های رابطه جنسی به رابطه جنسی دست پیدا کند، مشکل شما و بقیه چیست؟ این راضی، اونم راضی، گور پدر ناراضی. اما این میل به برچسب بیماری زدن به افراد از همان ابتدا به ساکن خود میل به کنترلگری با استفاده از ابزار علم است. علم قرار است رجحان‌های فردی ما را پاسخ دهد، نه اینکه برای ما تعیین و تکلیف و تعیین حق و باطل کند. در نتیجه بسیاری از تراپیست‌ها و روانشناس‌ها و روانپزشک‌ها هر کدام با روش شناسی خودشان به این چرخه باطل دامن می‌زنند. در موارد بسیاری به افرادی برچسب بیماری زدند که آن فرد با تغییر شغلش دیگه شامل اون برچسب بیماری نمی‌شد. یا اگر فقط برای برقراری رابطه جنسی یک نفر مانع زدایی شود که بتواند یک رابطه بدون نقض حقوق مالکیت دیگری برقرار کند، اساساً نیازش به تراپیست از بین می رود. از طرفی بسیاری از این روانشناسان و تراپیست‌ها خودشان روابط سالمی ندارند
و نمیدانم چطور میتوان تضمین کرد که بتوانند روان پیچیده یک انسان را که پیچیده ترین چیزی است که در جهان تا به امروز دیده شده است را با آچار و انبرده است درست کنند. مسائل روانی یک انسان متأثر از یک گراف بسیار پیچیده از عواملی مانند محل زندگی، نوع شغل، پیچیدگی‌های مغز خود شخص و بسیاری عوامل پیدا و نهان است که من به کرات دیدم که اصلاً این جماعت رعایت نمی‌کنند. آنها مانند مرشدان و عرفای دارای رتبه بالا فقط دنبال پیروانی می‌گردند که به طور ثابت یا حتی موقت یک درآمدی برایشان حاصل کند و هر از گاهی برای تزریق این ماده مخدر توهمزا به آنان مراجعه کنند. بله، خوب است انسان مشورت کند، با روانشناس مشورت کند، با دوستان صدیق و خانواده و هر کس که میتواند بخشی از پازل مشکلاتش را تشخیص دهد مشورت کند. اما عمده تراپیست‌ها و روانشناسان و روانپزشکان بر پایه نگاه پوزیتیویستی اراده آزاد انسان را قبول ندارند و از این رو تمام تفاسیر و راه حل‌هایی که ارائه می‌دهند از جنس مهندسی انسان و کنترلگری است. به باور من اکثریت آنان تداوم روحانیون دینی تمام ادیان هستند که دین را انحصاری کرده بودند تا فقط خودشان مفسر و کنترلگر باقی بمانند. تداوم مرشدان و عرفا هستند که یک مراجع مسخ شده و هیپنوتیزم شده مانند کلیسا اعتراف کند و آنان به او سیر و سلوک رهایی را به شکل کانالیزه شده بدهند. از این رو اگر شما همین اصول دین را پذیرفته باشید تو پرانتز با غایت اینکه این اصول تضمین یک نظام سوری منسجم برای آزادی و حقوق مالکیت هستند پرانتز بسته، هزینه تراپیست و این بازی ها برای شما به شکل چشمگیری کاهش پیدا می کند. پذیرش این نکته که انسان دارای اراده آزاد است از اضطراب‌هایی که اروین یالوم از آنها نام برده است و انسان را روی هوا رها کرده است رها می‌شوید. اگزیستانسیالیسم و این قبیل داستان سرایی‌ها همه تلاش‌هایی بودند که از دست دین خلاص شوند تا کنترلگری را رواج دهند. هدفمند شدن زندگی، وجود مفاهیمی که هم دنیا را برای شما مهم بداند و هم فراتر از مادیات به شما معنا بدهد، مواردی است که آنقدر آرامش بخش است و اضطراب‌ها را حذف می‌کند که بسیاری از این تراپیست‌ها را بیکار می‌کند. آنها در خلأ دین نقش مرشدان جدید را تقبل کرده‌اند. ببینید من یادآوری کنم که ما با علمی که بدون توافق سر یک میز برای ما تعیین و تکلیف کند مشکل داریم و انسان باید مختار باشد علمی را برگزیند که رجحان‌های زندگی او را محقق می‌کند. در نتیجه اگر کماکان شما با همین سبک روانشناسان کنترلگر به رجحان‌های خود پاسخ می‌دهید، مختارید و حق با اراده آزاد شماست. چرا که حقوق مالکیت دیگری را نقض نکرده اید. اما رو راست باشیم، این مدل از روانشناسان و تراپیست‌ها بیشتر نقش شمس برای مولانا را دارند. اونم اگر تا حد شایعات رنگین کمانی این دو با شما پیشروی نکنند. چرا که تجربه نزدیک کم ندیدم که بعد از خلع سلاح روانی مراجعان سر از خانه طرف درآوردند. دقیقاً مانند انحصارگرایان دین و مرشدان و عرفا که تلاش برای باز کردن چاکراهای افراد دارند. چون تراپیست ها دایره بسیار محدودی از دانش را از همه جوانب زندگی و مرتبط با روان انسان دارند و شاید یک فرد با تجربه در بازار که شبانه روز با انسانهای زیادی در قالب توافقات داوطلبانه تجارت کرده است و همواره در تلاش برای شناخت دیگران بوده تا مبادا سرش کلاهی نگذارند بیشتر از تراپیستا با روان انسان آشناست. آنقدری که این جماعت میگویند همه چیز تقصیر کودکی و پدر مادر شماست تا رابطه افراد با خانواده را به هم میزنند و مهر خانوادگی را میگسلند که این هم خوشخدمتی به شیطان و دولت انحصارگر خشونت است. شاید از حیث هزینه‌ای که برای شناخت روانشناسان و تراپیستا و روانپزشکان دادم جز 1% بالای جامعه باشم.
حتی تجربیات گفتگو از نزدیک زیادی خارج از رابطه مراجع و درمانگر داشتم. یک موردی رو برای من یکی از نخبگان روانشناسی مملکت تعریف میکرد که دختری که 3 مرد همزمان در زندگی عاطفیش بودن رو آدم با علامت تعجب کرده است. من همونجا پرسیدم که شغل این دختر چیست؟ نمیدانست. سری بعد گفت مدیر فروش یه شرکته. گفتم فروش بیزنس به بیزنس یا فروش بیزنس به مصرف کننده؟ نمیدونست. سری بعد گفت بیزنس به بیزنس. گفتم تشخیص تو چی بود؟ گفت فلان گره روانی از کودکی و غیره. گفتم اگر خستگی سیناپسی یک انسان در تصمیم گیری برای رد یک وسوسه را از علوم شناختی در نظر بگیریم، مثلا کسی که رژیم غذایی داره شاید روزی 3 بار توان نگفتن به تعارفات شیرینی داشته باشه. برای رژیم بهتره که خونش رو از تنقلات پرکالری خالی کنه. در این مورد هم هر دختری شاید توان نگفتن به مثلا 5 نفر انسان وسوسه کننده در طول 1 ماه داشته باشه تا دچار خستگی سیناپسی نشه. دختری که مدیر فروش بیزنس به بیزنس یک شرکته در طول ماه ممکنه در معرض 20 یا 30 نفر باشه که همگی دارای جایگاه اجتماعی و قدرت و ثروت و زیبایی و خوش‌زبانی وسوسه کننده‌ای هستند. اگه بتونه حتی بیش از میانگین فرضی یک دختر که مثلا 5 است به 15 نفر پاسخ رد بده، نه تنها بیماری و گره‌ای از کودکی نداره که چه بسا خیلی هم از لحاظ روانی سالمه. اینقدر راحت که به انسانها نمیشه احساس ناکافی و بد بودن داد و برچسب بیماری زد. اینجا راه حل‌های دیگه‌ای اصلا مد نظره. اینکه او دروغگویی نکنه و نقض حقوق مالکیت کسی رو نکنه و از خودش مراقبت کنه و استراتژی‌های خود مراقبتی بیاموزد، راه حل اصلی است. نه اینکه به او بگوییم بیمار هستی. البته همه اینا با فرض اینه که خودش از وضعیتی که داره ناراضی باشه. چه بسا اگه راضی باشه که دیگه نمیشه بهش برچسب بیماری زد. اراده آزاد داره و پای تصمیمات و مسئولیت تصمیمات خودش میسته. و اگه فکر میکنید براش خوب نیست هم با اراده آزاد میتونه استراتژی‌های خود مراقبتی رو مشورت بگیره. این فقط یک مثال از بیشمار مثالی است که دارم. روان انسان انقدر ساده نیست که دست هر کسی بدهیم و آن برچسب بزنند و ما را به کنترل خودشون در بیارن. من به شخص زندگیگرا هستم. یک تیم فوتبال هم برای حضور در جام جهانی نهایتاً 3-4 تا مسابقه تدارکاتی میگذارد. ما برای عمر محدود و جوانی محدودی که داریم نمیتونیم سالها تراپیست بریم تا لایسنس و مجوز یک مرشد رو بگیریم که به ما بگه اجازه داری زندگی و تجربه و خطا بکنی یا نکنی. اجازه داری رابطه جنسی داشته باشی یا نداشته باشی. اینکه تراپیست بری و 10 سال روی شما کار بشه که مثلا ازدواج کنی که بعد از 5 سال طلاق بگیری، دست کم عاقلانه نیست. کسی که در جوانی به روش درست و نه روش رمانتیسیسم ازدواج کرده و نهایتاً در جوانی جدا شده یا چند بار ازدواج کرده و جدا شده است، بیشتر زندگی کرده است. مضاف به اینکه روابط دوست دختر و دوست پسری عملاً بر فرار از رمانتیسیسم ازدواج شکل گرفتند و با اصل ازدواجی که مبنای عقل دارد تفاوتی ندارند. جز اینکه دختر دستش به هیچ جا بند نیست و آسیب بیشتری خواهد دید که این هم بحث مفصلی در چارچوب نظریه آزادی خواهد بود. اشتباه کردن جزئی از زندگی است و انسان از اشتباهاش می‌آموزه. البته برای کاهش هزینه اشتباه‌ها همواره راه حل عقلانی مبتنی بر آزادی و حقوق مالکیت وجود داره. قانون باید ساده باشه. حقوق مالکیت کسی رو نقض نکنم. به طور مثال با دروغگویی و فریب به مهمترین بخش حقوق مالکیت هر کس، یعنی مالکیت بدن او، دست پیدا نکنم. با دروغگویی و فریب حقوق مالکیت کسی را نقض نکنید. این هم از آن گناهانی است که اگر اثبات حقوقی شود در همین دنیا هم در چارچوب قانون باید پیگیری شود. منظور از دروغ همان دروغی نیست که خودتان به خودتان گفتید و باور کردید و یا مثلا غریبه یا کسی که تعهدی به او ندارید برخلاف اراده آزاد شما چیزی را اصرار کرد و شما با این دروغ که کار دارم یا جلسه دارم خودتون رو خلاص کردید. بلکه منظور از دروغ دروغی است که مستقیما باعث نقض عهد و حقوق مالکیت و آزادی دیگران شود. در تجارت و کسب و کار که مشخص است
و در روابط انسانی هم مشخص است و اولین جزء از حقوق مالکیت هر کس مالکیت انسان بر بدن خودشه. حالا شما ازدواج کردی و بچه دار شدی و بدون نقض تعهدات و حقوق مالکیت دیگری جدا شدی. دیگه جای شماتتی وجود نداره. یه بچه رو بدبخت کردیم یا چیزای شبیه به این. زندگی همینه و همین که طرفین مسئولیت‌های خودشون رو در قبال حقوق مالکیت اون بچه انجام بدن، مسئله پیش نخواهد آمد. کسانی که به دنبال مهندسی کردن زندگی یا بهینه کردن به توهمات خودشون هستن، ذات جمع‌گرایانه و سوسیالیستی دارن. از جدایی به بعد هر کس برای رشد فرزندش تلاش میکنه و این جدایی به معنای اتمام قرارداد مشارکت متقابل بدنی یکدیگر است، نه به معنای کشمکش بر سر فرزند. حالا اگه ازدواج نکرده ای و قصدی هم نداری، زندگی کن بدون نقض حقوق مالکیت کسی. دین هم دست و پای کسی را اصلاً در این یک مورد نبسته و بسیار باز گذاشته است. در آن سنت و عرف و ساختارهای کنترلگر اشتباه است که دست و پای انسانها را بسته است. به قول کیرکگور، شما هر کاری کنید انتهاش ناراحتین. بکنید ناراحتین، نکنین هم ناراحتین. یا انتهاش ناراحت میشین. نتیجتاً ناراحتی ناشی از زندگی کردن و تجربه کردن به مراتب سالمتر و سرزنده تر از ناراحتی ناشی از محافظه‌کاری غیر عقلانیه. رها کنید. این تراپیستا عملاً این رها کردن رو تبدیل به سخت گرفتن کردن و زندگی کردن رو دائم به تعویق میندازن و از این حفره و خلأ زندگی نکردن شما پول در میارن و اعتبار کسب میکنن. شما به عنوان یه انسان نهایتاً اشتباهات زیادی خواهید کرد و تراپیست و غیر تراپیست هم نمیتونه جلوی اونو بگیره. به عصر سوگند که انسانها همه در زیانند مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند و یکدیگر را به حق سفارش کردند و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نمودند. دولت به مثابه دوالپا. نمیدونم دوالپا را در کارتون سمبوت خاطرتون هست یا نه، اما مثال خوبی از آن برای دولت انحصارگر خشونت وجود داره. تا زمانی که انسان گناهکار، یعنی ناقض آزادی و حقوق مالکیت وجود داره، دولت هم وجودش لازمه. اما مشکل اونجاست که اگر انسانها از گناه، یعنی نقض آزادی و حقوق مالکیت دست بکشند هم، دولت ممکنه تا نابودی کامل تمدن از کول جامعه پیاده نشه تا پوست به استخون جامعه برسه. مشکل دولت اینه که حتی اگه انسان‌ها دیگه به جز اون گناه‌های اولیه‌ای که انجام دادن و ضرورت ایجاد دولت رو به وجود آوردن دیگه گناه نکنن، باز ممکنه از همان مجرای گناه اولیه تا دولت توتالیر کامل پیشروی کنه. وضعیت فرضی را تصور کنید که دولت انحصارگر خشونتی وجود نداره و انسان‌ها در نبود دوربین‌های نظارتی و حضور ناظر زمینی نقض عهد و دزدی و نقض حقوق مالکیت نمی‌کنن. در واقع آزادانه زندگی میکنن، اما به هر حال عده‌ای ممکن است ثروتمندتر شوند یا در بدو تولد زیباتر باشن یا هوش ریاضیات بیشتری داشته باشن و یا به هر دلیلی چه از سخت‌کوشی چه از شانس چه از اقبال در یک جامعه آزاد بدون دولت تونستن خلق ارزش بیشتری کنن. همه افراد هم سهم خودشان را داوطلبانه برای کمک به دیگران پرداخت میکنن و الی آخر. اولین چیزی که یه نفر را به گناه، یعنی نقض حقوق مالکیت دیگری وادار میکنه چیه؟ پاسخ اینه: حسادت. داستان هابیل و قابیل و گوشه ذهنتون داشته باشین و ادامه بدین. در آزادی انسان و جامعه بیشین رفاه خودشونو دارن. حسادت اولیه منتهی به نافرمانی اولیه میشه و همانجا ضرورت ایجاد دولت انحصارگر خشونت و نظارت رو فراهم میکنه و همونجا شیطان موفق میشه و ظاهر میشه. خوشی که زیر دل انسانها زده بود، گناه اول رو در نقض حقوق مالکیت یه نفر ایجاد میکنه و شیطان که همیشه در کمین برای چنین فرصتی نشسته وارد میشه. در محدودیت منابع که یک امر همیشگی محسوب میشه، ممکن است برادر به برادر حسادت کنه و شیطان فربه‌تر بشه. چرا محدودیت‌های منابع یک امر همیشگی است؟ چون همواره چیزی وجود داره که همه میخوان اما به اون نمیرسن.
چرا که اگه همه به اون برسن دیگه همه اونو نمیخوان و چیز دیگه ای جایگزین اون میشه که همه بخوان و بهش نرسن. این مسیر منجر به انباشت بحران ها میشه تا جایی که سرریز میکنه. تا روز قیامت این زورآزمایی ادامه داره و شیطان دائما حضور پررنگتری خواهد داشت و هر بار هم پررنگتر شود پیاده نمیشه، مثل دوالپا در سندباد. تغذیه شیطان از خون و خونریزی است، چرا که راه برگشت پذیری یک نقض حقوق مالکیت را برای جبران غیر ممکن میکنه، چون جان از دست رفته را نمیشه برگردون. شیطان به شکل دوالپا از این خون انقدر تغذیه میکنه که وقتی که پیاده شد دوباره به دلیل خونهای ریخته شده، یعنی انتقامهای نگرفته شده و قصاصهای تعویق افتاده، بتونه راه نفوذ جدیدی پیدا کنه و دوباره سواری بگیره. حسادت ریشه سوسیالیسم. لودویگ فون میزس هم خیلی به صراحت و شفافیت ابراز میکنه که نیروی پیشران سوسیالیسم حسادته و ریشه تمام افکار سوسیالیستی از حسادت میاد. به همین صراحت و با همین ظرافت و دقت به سوسیالیست ها توصیه کرده که روان درمانی کنند. واقعا توصیه درستی است و با ضرب المثل رایج این روزها که چپ هرگز نفهمید کاملا سازگاره. دست بر قضا در آیه 213 سوره بقره هم عیناً با چنین مسیری مواجه میشیم و این شباهت هاست که من را به این نتایج رساند که مکتب اتریشی در اقتصاد عملاً همان دین بدون شهادتینه. دین که اصولش و سر و تهش زده شده و خنثی و بی اثر و دچار خلأ معنا می شود. به نظرم بد نیست این آیه را یک بار با عینک نظریه آزادی و همه صحبت هایی که تا اینجا داشتیم بخونیم و من توضیحاتم را توی پرانتز میذارم. من پرانتزا رو دیگه نمیگم پرانتز باز، میگم یعنی، چون پرانتزا زیاده، اگه بگم پرانتز باز بسته گیج کننده میشه. آیه 213 سوره بقره. مردم در ابتدای تشکیل اجتماع گروهی واحد و یک دست بودند و اختلاف و تضادی در امور زندگی نداشتند. پس از پدید آمدن اختلاف و تضاد خدا پیامبرانی را مژده دهنده و بیمرسان برانگیخت و با آنان به درستی و راستی کتاب را نازل کرد. یعنی یک نظام سوری منسجم برای اختلافات که همان مبنای قرارداد حقوق مالکیت است. تا میان مردم در آنچه که با هم اختلاف داشتند داوری کنند و اختلاف را در آن پدید نیاوردند مگر کسانی که به آنان کتاب داده شد. این اختلاف بعد از دلایل و برهانهای روشن و آشکاری بود که برای آنان آمد. یعنی عملاً تصمیم گرفتند چششون را به هر استدلال و مشاهده‌ای ببندند و سبب آن برتری جویی و حسد در میان خودشان بود. یعنی در واقع حسادت عقل را هم کور می کند. پس خدا اهل ایمان را به توفیق خود به حقی که در آن اختلاف کردند راهنمایی کرد. یعنی اگه شما پایه عقلی و استدلالی منسجم و اصول موضوع را بپذیری، حتما در اختلافات به پاسخ درست هدایت خواهید شد. و خدا هر که را بخواهد به راهی راست هدایت می کند. ریشه امپریالیسم ستیزی چپ‌ها و انقلابی‌ها هم حسادت. نه از این باب که من طرفدار امپریالیسم بازی هستم، بلکه از این باب که آنها صرفاً زورشان نرسیده که بتونن امپریالیستی عمل کنن. مشکلشون با سلطه نیست، بلکه مشکلشون اینه که چرا خودشون نتونستن سلطه‌گر باشن. در حالی که بیشترین منابع کره زمین دست روسیه امپریالیست اوراسیاگرایی و ایران تو پرانتز تحت حاکمیت امپریالیست ستیزی جمهوری اسلامی امپریالیست شیعی است و بیشترین جمعیت کره زمین متعلق به چینی هاست، ولی جمع اقتصاد هر سه با یکدیگر به اندازه آمریکای امپریالیست نیست و اعتماد به واحدهای پولی آنها به اندازه دلار آمریکا نیست و همه نخبگانشون و همه سرمایه‌دارانشون و حتی فرزندان خود انقلابی ها هم مقصدشان آمریکاست. آمریکا شیطان بزرگ و بد است و بله فرض کنیم با آن موافق هستیم، ولی راه مقابله با آن حسادت نیست. راه مقابله با آن ارائه نسخه قوی‌تری از آزادیه. کدام دشمن ایالات متحده آمریکا تونسته حتی روی کاغذ یک نسخه قوی‌تر از آزادی ارائه بده؟ تو پرانتز
به جز کتابی که در حال خواندن آن هستید. پرانتز بسته. و کدومشون حتی در سطح محلی یا استانی یک کشور تونسته اون رو به شکل یک کارنامه عملی نشون بده. تو پرانتز که در ایران با محوریت آزادی و حقوق مالکیت فردی خواهیم ساخت. نسخه قوی‌تری از آزادی دقیقاً یعنی جامعه‌ای که حقوق مالکیت فردی و آزادی بیان در آن جزء مقدسات است. و در این جامعه مهمترین ویژگی‌های الهی یعنی خلاقیت و اعتماد به تحقق وعده‌ها و عهد و پیمان‌ها جاری‌تر است. یعنی نظام سوری قوانین آن منسجم‌تر و بی‌نقص‌تر از آزادی فرد دفاع می‌کند. در این حالت است که خداوند یک جامعه را به دیگر جوامع برتری می‌دهد. آیه 88 سوره حجر. بنابراین به امکانات مادی که برخی از گروه‌های آنان را از آن برخوردار کردیم چشم مدوز و بر آنان به سبب اینکه پذیرای حق نیستند اندوه مخور و پروبال لطف و مهربانی خود را برای مؤمنان فروگیر. سوسیالیسم حسادت مسلح به طمع. میگویند اگر سوسیالیسم از حسادت میآید، سرمایه‌داری از طمع میآید. اما این صورتبندی مسئله را وارونه کرده. سوسیالیسم فقط حسادت نیست، طمع هم هست و چه بسا صورت حادتر از طمع. میگی چرا؟ چون در سوسیالیسم فرد میخواد از درآمد و محصول کار دیگران سهم ببره، بیان که خودش ارزش متناظری خلق کرده باشه و این کار را نه از مسیر رضایت و مبادله بلکه از مسیر قهریه دولت، بازتوزیع و عدالت نمایی انجام بده. در مقابل سرمایه‌داری سالم به این معنا نیست که انسان ناگهان از طمع تهی می شود، بلکه به این معناست که میل انسان به نفع بردن فقط زمانی به ثروت تبدیل میشه که بتونه رضایت مصرف کننده را جلب کنه. در آزادی اقتصادی هیچ سرمایه‌داری بدون رضایت مصرف کننده ثروتمند نمیشه، مگر آنجا که دوباره پای مداخلات سوسیالیستی دولت، تورم و پول و انحصار پول به میان بیاد. در آن صورت دیگر با سرمایه‌داری واقعی طرف نیستیم، بلکه با شکل دیگری از سرقت دولتی روبرویم. پس تفاوت اصلی اینه: سرمایه‌داری آزاد میل انسان به سود رو در مسیر کار مفید، تولید و جذب رضایت دیگران مهار و هدایت میکنه. اما سوسیالیسم حسادت و طمع را با نام عدالت مشروع میکنه و به آن ابزار قهریه میده. از این منظر سوسیالیست ثروتمند غالباً از جلب رضایت مصرف کننده ثروتمند نشده، بلکه از درآمد دیگران و از مجرای ساختارهای دولتی انحصاری و بازتوزیعی بهره برده. و تا وقتی دولت با پول اجباری و تورم شریان اصلی ثروت رو در دست داره، همواره ثروت‌هایی خواهیم داشت که نه از مسیر رضایت مصرف کننده بلکه از مسیر دسترسی به رانت پولی تولید شده. سوسیالیسم در سطح اخلاقی فقط یک خطای اقتصادی نیست، بلکه صورتبندی همزمان حسادت، طمع و دروغه. از همین رو چیزی بیشتر از یک اشتباه نظریه، بخشی از نقشه شیطان برای مشروع کردن تعرض به مالکیت دیگرانه. حقوق مالکیت و آزادی مبادله میرسه به ثروت فقط با جلب رضایت مصرف کننده. ثروت فقط با جلب رضایت مصرف کننده میرسه به سرمایه‌داری سالم. سرمایه‌داری سالم میرسه به هدایت طمع به کار مفید. قهریه دولت میرسه به بازتوزیع اجباری. بازتوزیع اجباری میرسه به طمع برای درآمد دیگران. طمع برای درآمد دیگران میرسه به سوسیالیسم. دروغ و حسادت و طمع میرسه به طلب ثروت بی زحمت. طلب ثروت بی زحمت میرسه به مشروع نمایی با نام عدالت. مشروع نمایی با نام عدالت میرسه به سوسیالیسم. آیه 131 سوره طه. دیدگانت را به آنچه برخی از اصناف آنان را بهره‌مند کردیم مدوز. آنچه به آنان داده ایم شکوفه بیمیوه و زیور و زینت دنیاست تا آنان را در آن بیازماییم و رزق پروردگارت بهتر و پایدار تر است.
پایان قسمت 15 کتاب صوتی نظریه آزادی. در این قسمت به صفحه 161 رسیدیم. ممنونم که گوش میکنید و این کتاب صوتی رو به بقیه معرفی میکنید. دمتون گرم و زنده باد آزادی.